ایرانیان نام فرزندانشان را عربی می‌گذارند و از سوی دیگر گله‌مند هستند که چرا خلیج پارس را خلیج عرب می‌گویند. این جمله مسئول گمرک امارات بعد جواب دندان شکن راننده کامیون‌های با غیرت ایرانیه. داستان از این قراره که امارات چند روز پیش اومده یه بار بفرسته افغانستان و تمام این کانتینرها باید از ایران ترانزیت می‌شده و اماراتی‌ها با کمال وقاحت روی تمام کالاها نوشتن خلیج عربی. راننده کامیون‌های با غیرت ایرانی رفتن بارو تحویل گرفتن و در جا اعتصاب کردن و گفتن به هیچ وجه به خاطر این که نوشتید خلیج عربی بارتون رو جابجا نمی‌کنیم. الان بارای امارات 11 روز دست کامیون‌های ایرانیه و یه متر جابجاشون نکردن و امارات به غلط کردن افتاده و یکی یکی اومده اسم خلیج عربی رو از روی کالاها برداشته و خلیج فارس روشون ثبت کرده. شاید الان خیلی‌ها بگن اسم خلیج پارس و تاریخ 2500 ساله مگه مهمه تو این شرایط کشور؟ آره مهمه، چون به قول محمد علی فروغی هر ایرانی باید به گذشته خود افتخار کند، نه برای فخر فروختن بلکه برای آنکه بداند چه مسئولیت سنگینی بر دوش دارد تا این نام بلند را حفظ کند. ایرانی نیستی اگه لایک نکنی و همچنین اینو بدونید اگه ما رو فالو نمی‌کنید احتمالاً هیچ وقت همو نمی‌بینید، ولی اگه فالو می‌کنی به تبریک میگم، تو در مسیر آگاهی هستی. ایرانیان نام فرزندانشان را عربی می‌گذارند و از سوی دیگر گله‌مند هستند که چرا خلیج پارس را خلیج عرب می‌گویند. این جمله مسئول گمرک امارات بعد جواب دندان شکن راننده کامیون‌های با غیرت ایرانیه. داستان از این قراره که امارات چند روز پیش اومده یه بار بفرسته افغانستان و تمام این کانتینرها باید از ایران ترانزیت می‌شده و اماراتی‌ها با کمال وقاحت روی تمام کالاها نوشتن خلیج عربی. راننده کامیون‌های با غیرت ایرانی رفتن بارو تحویل گرفتن و در جا اعتصاب کردن و گفتن به هیچ وجه به خاطر این که نوشتید خلیج عربی بارتون رو جابجا نمی‌کنیم. الان بارای امارات 11 روز دست کامیون‌های ایرانیه و یه متر جابجاشون نکردن و امارات به غلط کردن افتاده و یکی یکی اومده اسم خلیج عربی رو از روی کالاها برداشته و خلیج فارس روشون ثبت کرده. شاید الان خیلی‌ها بگن اسم خلیج پارس و تاریخ 2500 ساله مگه مهمه تو این شرایط کشور؟ آره مهمه، چون به قول محمد علی فروغی هر ایرانی باید به گذشته خود افتخار کند، نه برای فخر فروختن بلکه برای آنکه بداند چه مسئولیت سنگینی بر دوش دارد تا این نام بلند را حفظ کند. ایرانی نیستی اگه لایک نکنی و همچنین اینو بدونید اگه ما رو فالو نمی‌کنید احتمالاً هیچ وقت همو نمی‌بینید، ولی اگه فالو می‌کنی به تبریک میگم، تو در مسیر آگاهی هستی.